شما نمایشنامه مهنت، استراحت، طبابت، صنعت پیشکش کرده می شود. البته در اینجا نوار کردن تمام بیماری شرط و ضرور نیست. کدام شخص با کدام نیت با کدام مقصد داخل این بنا شده است، البته به همان نیت و مقصد خود خواهد رسید. استراحت کرده ایستادید و معالجه قبول نموده ایستادید. استراحت کرده ایستادید و معالجه قبول نموده ایستادید. هر یک شما خیلی خوب استراحت کردید. سیانس نوبتی ما با آخر رسیده ایستاده است. حتی عادی‌ترین غذاخوری نمیدونیم. مثلا یک سوال برای همه شما، وقتی که شما همین نان دهم رو گذاشتید چند مرتبه خاییدن در کار همینه که جواب میده؟ همین دهم باید چند مرتبه حرکت کنه؟ چند مرتبه؟ من شما سوال دادید، من شما به سوال دادم. چند مرتبه باید همین دهم رو خایید؟ اشته جواب ده 12 بار علاقه 3 مرتبه شما 2 مرتبه کار میکنید. موافق نشاندادهای ادبیات طب من از امروز رفته شما سنجید. وقتی که خوراک همون نان در دهان میگیرید حدود 25-30 مرتبه خاییدن در کار. اگر خوراک در دهان نز حد شود علاقه کار معده و کار روده دیگر ارگان های بهتر میکنند. چون که ما مردم تاجیک خیلی عادت کردیم در دهان هم تو میمونیم، یک بار دو بار میخوایم اولا چای فرو میبریم فراموده میرفایم. بعد پایان چیکار که کند وای گردنی معده روده بر. وجود مرا آرامی خوب فرا گرفته ایستاده است. تمام وجود مرا آرامی خوب فرا گرفته ایستاده است. حالا من در آینه عکس خود را دیده ایستادم. فکران تصور کنید که هر یک شما در آینه خود را دیده ایستاده اید. حالا من در آینه عکس خود را دیده ایستادم. مشک‌های قسم روی و جبین من سوز شده ایستادم. جاگ پایان من کمی به پایان کشیده شده ایستاده است. جاگ پایان من کمی به پایان کشیده شده ایستاده است. هر یک کلمه گفتگی ما باید عملی شوند و جاگ پایان خود را کمی به پایان سر دهید. دهان باید نمراق شود. من آرام، من به تمام آرام. تا رفت زیاد شده ایستاده. سخن در دست و درمان است. سخن راحت جان است. سخن جانان است. سخن این عمر انسان است. سخن هم جان است. سخن حیوان انسان است.
انجام